عموما بلیت حربی خریدن در کور نیست. مثلا 1000 2000 اقلا. من هیچ وقت نمیخرم برای خدمت حربی شکنم. 2000 تومان. تو 4-5 تومان میشه ممکنه. 1-2 850 تومان. 800 بعد خدمت وطن قدر پدر و مادر میدونن. با علاوه به قانون درباره خدمت حربی و عهدهداری حربی در تاجیکستان سالانه تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده. باقی مانده ها از این به بعد با پرداخت مبلغ و تمرین یک ماهه می توانند صاحب بلیت حربی شوند. ما حالا از مردم میپرسیم که به فکر آنها نرخ بلیت حربی چند سومانی می شود و تا چند سومانی امکان خریدن دارند. عموما بلیت حربی خریدن در کور نیست یکیش. دویم که در تاجیکستان کار نیست که مرد کار کنه بلیت حربیش بخره. نه کارخانه کارخانه صنعتی یگان چی وجود نداره. هم باروبا و تاکسی و یک جا زورش میرسه بلیت حربی میخره. و اگر فردا ایمان موجود بهتر رواد خدمت کنه. من پولی مایل میام. یک جا باید بلیت حربی میخرم. چند قرضون باشه هم خیلی نقصر بود. مثلا 1000 2000 اقلا. امکانیت ندارم که بلیت بخرم. چی فرزندم خدمت کنم. خدمت مادر وطن برای هر یک جوان مرد قرض باید خدمت مادر وطن ادا کنه. من هیچ وقت نمیخرم برای خدمت حربی شکنم. 2000 تومان. چند؟ 2000 تومان. مثلا مجبوری نیستم. شرایط باشد میخرم. شرایط باشد نمیخرم. این نادرست است. برای بلیت حربی داشتن باید که خدمت مادر وطن را ادا کردن لازم است. کی میگوید که بلیت حربی را خریدن ممکن است؟ این نادرست است. فقط یک راه است که خدمت مادر وطن را به جا آورده بلیت حربی را گیرید. با فکر من نباید این کار کرده شود. باید همه خدمت کنم. اگر برای خریدن نرخش میگه شما چند سوم باشه. نو تقریبا معاش مردم 1,000 تومان است. خیلی فاتو 4-5 تومان میشه ممکنه. تک بسیارتر از به فیلم قیمت‌تر میخواد معلومه. 1-2 شرایطی مادر. اوش قیمته. تا هم بلیت حربی را خریم 850 تومان میخرم. اگه جز ظلم هم نمیرسه گرفتش هم نمیتونیم. 800 نرخ معین باشد. نه بلند نه پست موافق همین دولت چقدر مبلغ میتید باید 1000 زیاد نباشد. برای که اقتصادیاتی دولت نگاه کرد خلق نگاه کرده موافق همین یک نرخ معین برآورده شود. پیشنهاد من همین برای همین ما هم در دورش خدمت کردیم و این بلیط ها رو به هیچی مثال خدمت میکردیم میگرفتیم. حاضر که باشد با یک نرخ معین بیاین بهتر میشه که برای خلق سبوک باید یگان کاری بد نکنن برای خدمت کنن. بعد خدمت وطن قدر پدر و مادر میدونن که پدر چقدر دارد مادر چقدر دارد. حالی وای نمیدونن تا خدمت حربی را که نکنن و هیچ محل قرض پدری را نمیدونن مادری چی خدمت کرد در ما. و بعد خدمت فهمیدیم که چقدر ما پدر و مادر باید حرمت کنیم. باید پیش همه پدر و مادر حرمت کردن در کار احترام کردن در کار.